وزیر انرژتیک ازبکستان الشیر سلطانوف در مصاحبه با نشریه کون اوز برخی تفصیلات سازشنامه امضا شده در مورد بنیاد دو نیروگاه در رود زرافشان در شمال تاجیکستان شرح داد. این تا امروز بزرگترین طرح اقتصادی و انرژتیکی است که تاجیکستان و ازبکستان مشترکاً برای ساختنش اقدام میکنند. سازشنامه‌ای که از نام حکومت دو کشور پرزیدنت‌های تاجیکستان و ازبکستان امامعلی رحمان و شفقت میرزیویف در دوشنبه امضا کردند، شرط و شروط تأسیس جمعیت سهامی مشترک، آماده کردن ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ساختمان و شرایط استفاده دو نیروگاه برقی آبی در حوزه دریای زرافشان معین میکنند. الشیر سلطانوف گفت برای بنیاد این دو نیروگاه در حوزه زرافشان بیش از 550 میلیون دلار خرج خواهد شد. اقتدار تولید نیروگاه یوون و فوندریا به گفته وزیر انرژتیک ازبکستان 1.4 میلیارد کیلووات ساعت را تشکیل خواهد داد. الشیر سلطانوف گفت این برنامه باید در دو مرحله اجرا شود. در مرحله اول باید نیروگاه یوون با 140 مگاوات اقتدار و توانایی تولید 800 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق باید ساخته شود. خراجات بنیاد نیروگاه یوون 282 میلیون دلار برآورده شده است. در مرحله دوم تاجیکستان و ازبکستان باید نیروگاه فوندریا را با 135 مگاوات اقتدار و توان استحصال 600 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق بسازند. خراجات بنیاد نیروگاه فوندریا حدود 270 میلیون دلار رقم میزنند. الشیر سلطانوف گفت نیروی برقی که نیروگاه‌های یوون و فوندریا استحصال خواهند کرد دو کشور مشترکاً استفاده خواهند برد. وزیر انرژتیک ازبکستان گفت ازبکستان 3 سال باز به سرعت موسمی از تاجیکستان علاقه برق میگیرد، ولی نه به قدر دلخواه. پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف روزهای دوم 11 ایون با سفری رسمی از تاجیکستان بازدید کرد. در جریان این سفر بین دو کشور 36 سند نو همکاری به امضا رسیده و امامعلی رحمان میرزیویف را برای سهم شایسته در رشد روابط دو کشور اردن زرین تاج درجه 1 سرفراز گرداند. در دوران اسلام کریموف ازبکستان شدیداً مخالف بنیاد نیروگاه‌ها در کشورهای بالا آب منطقه از جمله در تاجیکستان بود و چندین سال باز به شروع ساختمان نیروگاه روغون سرسختانه مخالفت نشان میداد.